پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچون حجت مهم سیاسی و سرنوشت‌ساز مملکت محسوب یافته برای فراهم آوردن رشد استوار در همه ساحه‌های مهم کشور نقش کلیدی می‌گذارد. سرور دولت تاکید داشتند که سیاست داخلی و خارجی مملکت اساس پایه دولتداری استوار گردانیدن تمام ساختارهای دولتی و قدرتی کشور در همه دور و زمان به حساب می‌رود. جهان گلوبالی امروزه ما را وادار می‌سازد که در صحنه بین المللی فعالیت پرثمر را در سمت‌های گوناگون و معماهای جایداشته منطقوی و جهانی برای حل و فصل آنها یکجای با لایحه‌های پیشگیری کننده مبارزه بریم. پیشوای ملت تاکید داشتند که بیدار نمودن خاطره تاریخی در تحکیم حس ملی شهروندان مخصوصاً جوانان که آینده ملت و دولت میباشند نقش بسیار مهم دارد. میراث تاریخی و فرهنگی شناسنامه ملت کهن‌بنیاد تاجیک است. سال روان با سعی و تلاش‌های کشور ما 11 یادگاری میراث فرهنگی کشور به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد کرده شد. در پیام امسالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به عملی گردیدن نقشه و قراردادهای نو در سمت‌های مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، معارف، تندرستی به نقشه گرفته شدند که در آینده برای رشد باثبات کشور مساعدت خواهد کرد. پیام امسالی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان و نقطه‌های اساسی رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان روانه گردیده بود و مورد تحلیل همه‌جانبه قرار گرفت. از جمله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قید نمودند که به رشد دادن ساحه معارف و به رشد دادن اجتماعیات بین اجتماعیات خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان نمیتواند در آینده همچون دولت صاحب استقلال ارزی وجود داشته باشد. البته سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان از آن شهادت می‌دهد که دولت به روی آوردن به ساحه معارف و علم نمیتواند تشکل یابد، چون که دولتی که به معارف و علم اهمیت خاص ظاهر نمی‌کند در آن تنزل یافتنش ممکن است. برای تامین نمودن سیاست اجتماعی دولت امروزها حکومت جمهوری تاجیکستان تمام کوشش و غیرت را به خرج داده است و زحمت کشیده است و قید کردن ممکن است که نشان دهنده‌های پس رفتن سطح کمبیزاتی در جمهوری تاجیکستان اثبات گفته‌های بالا به حساب می‌روند. جواباً به غمخوری‌های حکومت و دولت باید ما کارمندان ساحه معارف و علم کوشش زیاد به خرج دهیم برای تیار نمودن متخصصان جوابگوی بازار مهنتی جهانی. برای من پیش از همه آن سخنرانیشان پیامشان وابسته به مسئله‌های احیای ارزش‌های ملی خیلی هم خوش آمد و من همه آن پیام‌هایی که ارائه می‌کنند از سر تا آخر همیشه یک جنبه ملی دارد و آنچه که دیروز در پیام صدا داد باز هم ما را خوشدار نمود که ما باید پیش از همه به تاریخ بوی خود، به ارزش‌های ملی خود، به نیاگان خود ما رو آوریم، چون که محض همین گذشتگان ما میتوانند که ما را باز برای آینده درخشان راهنمون سازند. دیروز تاکید شد که البته نیاگان ما که تاریخ 6000 ساله دارند و آن شعار خیلی مشهور را باز یادرس کردند که کردار نیک، پیدار نیک، رفتار نیک. البته این چیزها ما را روبرا می‌سازد